درباره قوت یا حرارت دوزخ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند آتشی که شما در دنیا دارید از 71 قسمی آتش جهنم است. آتش جهنم باشد 69 مراتب زیادتر سوزانتر از عذاب یا از آتش دنیا هست. و شما همگی میدانید که بدترین عذاب در دنیا چی است؟ سوختن با آتش است. انسان هر چیز رو دیده اونقدر به دهشت نافتد هم وقتی میبینی یک انسان میسوزد یا جسم سوخته یک انسان رو میبینی، دهشتی هست که روزها شاید سالها از پیش نظر تو نرود. یعنی سوخته شدن با آتش در حقیقت در دنیا هم یکی از سخت‌ترین مجازات است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند این آتش شما در نزد آتش دوزخ چه است؟ جزء از همان 70 درجه آتش است. اما درباره آتش جهنم که هست هیزمش چی؟ الله میگوید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. شما خود و اهل بیتتان را، نزدیکانتان را از عذاب دوزخ نجات دهید. یعنی آنها را از مرتکب شدن به گناهایی که آنها را به دوزخ میبرد پیش راهشان را به هر راه بگیرید و بدانید که هیزم آن آتش انسان ها و سنگ ها می باشد. سبحان الله، آتش جهنم هیزمش چه است؟ انسان و سنگ ها هست که هر یک انسان در آنجا علنگه می گیرد، هر یک سنگ در آنجا علنگه می گیرد. و درباره داخل شدن به دوزخ گفتیم مسلمان های گناهگار از همان پول وقتی که عبور میکنند تا به جنت رسند می افتند و داخل دوزخ می شوند. این چونین منافقین چی بسا زیاد هستند. امروز منافقین در بین مسلمان ها خود را مسلمان می گیرند، اما بجز به ریشه مسلمان ها تبر زدن و مسلمان ها را از این طرف و آن طرف به این سگ و به آن گرگ و به آن شیرهای درنده فروختن کار دیگر ندارند. منافقین هم مانند مسلمان های مرتکب گناه های کبیره که پروردگار آنها را با عدلش در دوزخ مدت می سوزاند از پول همون بالای جهنم می افتند، ولی کافران و مشرکان حتی با بالای آن پول ندار آمده کشاله کنان گروه گروه به جهنم برده می شود که